سلام، اسم من حسین و اینجا چنل پرژنپد هستش. توی این ویدیو میخوام چند تا نکته و دانستنی در مورد توتی برزیلی و نوع نگهداری ازش رو به شما بگم. و اگه شما صاحب توتی برزیلی هستید یا میخواید یک توتی برزیلی بخرید، حتما باید این نکات رو بدونید چون به دردتون میخوره. نکاتی مثل نوع مراقبت و تغذیه درست، نوع شخصیت و رفتار توتی برزیلی، صدا و تقلید صدا در توتی برزیلی و شرایط سلامت توتی. اگه میخواید این نکات رو بدونید تا آخر این ویدیو همراه من باش. توتی برزیلی 9 نژاد مختلف داره که از این نژادها میشه به فیشر و صورت‌الویی اشاره کرد. طول توتی‌های برزیلی 12 تا 15 سانت متغیره. توتی‌های برزیلی در طبیعت به صورت گله‌ای زندگی و از میوه‌ها، سبزیجات، علف‌ها و دانه‌ها تغذیه میکنن. زیستگاه طبیعی توتی‌های برزیلی در قاره آفریقا است، اما بخش کوچکی از این توتی‌ها در جزیره ماداگاسکار هم زندگی می‌کنند. نوع مراقبت و تغذیه. توتی‌های برزیلی مثل تقریبا همه توتی‌های دیگه عاشق جنب و جوش و خرابکاری هستند، که البته همه میدونین توتی برزیلی از همه توتی‌های دیگه خرابکاری بیشتری داره، که همین موضوع شما رو مجبور میکنه که تا جایی که بودجه و فضای خونتون اجازه میده قفس بزرگتری بگیرید که توتی بتونه حداقل آزادانه توش بالهاشو باز کنه. و نکته مهم اینجاست که اگه شما قفستون از یه حد کوچیک‌تر باشه و تقریبا نصف روز رو توتیتون توی قفس بگذرونه، ممکنه افسرده شه و همین افسردگی توتی رو مبتلا به پرکنی کنه. یادتون باشه که توتی‌های برزیلی عاشق جویدن هستن، پس شما اسباب بازی‌های مناسب باید براش تهیه کنید طوری که بتونه اونا رو بجوه و براش خطرناک نباشه. همین جویدن در توتیسانان میتونه خطر افسردگی رو کاهش بده. برزیلیان میتونن اگه مراقبت و نوع تغذیه مناسبی داشته باشن بین 12 تا 15 سال عمر کنن. منظور از تغذیه خوب اینه که یک رژیم غذایی متعادل داشته باشه. رژیم غذایی متعادل باید توش پروتئین، کربوهیدرات‌ها، فیبر، لیپیدها، مواد معدنی و ویتامین های لازم رو داشته باشه. شخصیت و رفتار توتی برزیلی. توتی‌های برزیلی درسته که کوچیکن، اما در این حال حسود، جسور، مهاجم، کنجکاو و همیشه در حال حرکت هستن. خیلی از مردم بر این باورند که این توتی‌ها و مرغ‌عشق‌ها به صورت جفت متولد میشن و واسه همینه که اینقدر به جفتشون عشق و علاقه می‌ورزن. و با این توضیحات شمایی که صاحب توتی هستی یا می‌خوای بخری، باید توجه داشته باشی که اگه توتی برزیلی رو به صورت جفت می‌خری یا خود جفت میندازی، نباید توقع داشته باشی که به شما هم توجه کنه، چون اون تمام حواسش پرت جفتش میشه. و اما اگه توتی برزیلی تک و جفت نداره، باید حواست باشه که واسش همه چی رو تعمیر کنی. یعنی اسباب بازی و تایمی که براش میذاری رو باید زیاد باشه تا توتی افسرده نشه. و اما صدا و تقلید صدا در توتی برزیلی. توتی‌های برزیلی در طبیعت که اصلا همش در حال آواز خوندن و جیر کردن هستن. اونا انقدری زیاد میخونن که شما میتونید توی یوتیوب ویدیویی ازش پیدا کنید که 1 الی 2 ساعت یک گله توتی برزیلی در حال آواز خوندن هستن که لینکش رو اگه واسهتون پیدا کردن توی دیسکریپشن میذارم. اما اگه از توتی‌های برزیلی توقع صحبت کردن دارید، باید بگم که اونا اونطور که شما توقع دارید توانایی تقلید صدا رو ندارن و توی سطح جهان این توتی رو اصلا به عنوان یک توتی سخنگو نمیشناسن، بلکه اونا رو برای آواز زیباشون میشناسن. و نکته بعدی وضعیت سلامتی این توتی هست. توتی‌های برزیلی مستعد به ابتلا به بیماری‌هایی مثل کلامیدیوز یا پرکنی هستن که اگه تغذیهشون درست نباشه و مواد معدنی بهشون نرسه، درصد ابتلا خیلی بالاتر میره. حالا با این توصیفاتی که کردم، نظرتون راجع به این توتی چیه؟ لایک، کامنت، ساب، زنگوله یادتون نره و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.